بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبي بعده اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران کرام، هر حالی که تپی مومن به می آید وای به حکمت نه. مومن آدم حتی اینکه بدنش به میرسیدگی، حتی اینکه یک خورم و انسان خطاش به کفارت میشده است. برای همون هر حالی که مومن به میرسد، همه چیز برای و انسان به نیکی آوردنش، برای کفاره شدنش، باید مومن آدم همون چیز از پروردگار دانستنش در کار. ولقدر خیره و شره من الله تعالی، یعنی تقدیر نیکی بعد از پروردگار است. طب ما چخیل حال آید، همون حال ما از تقدیر ما حساب میکنیم و همین چیزا از خود دانسته همه چیز با روز میشیم. هموننده ایمان ما کامل میشده است. گاه از سبب ایمان ما ضعیفش یک حال با یک کار با یک انسان سبب شده مونده، به سبب یک انسان ما یک ایزای و که به سبب یک انسان ما یک مولا ما تلافت رسد، یا که یک مشقت کشیم مگری اگر فلان چی همی خیل نمیکرد من مشقت نمیکشیدم، اگر فلان چی همی خیل نمیگفت من خیل نمیشیدم، نگفتم در کار. وای بنده‌ام تقدیرش به نوشته شدگی چیزا اجرا کرد و خلاص. همی خیل گفته قلب ما و همین اعتقاد را جا کردیم، انشاءالله ما حلاوت ایمان میچشیم. گاه از سبب ایمان ما ضعیفش به کارهای مابین بنده ها مشغول شده مونده، حلاوت عبادت برفته موند. ما خدا ما کتی پروردگار مابینش مستحکم بسته گروه مگری دانیم که پروردگار مابین مایو مابین بنده هاش خش اصلاح کردن میگرد. فلان چی سه میگود این کلام این خفه نمیشه شاید می این گم این خیلی نمیشه شاید میگفته ریایی بنده اول نیو اول ریایی پروردگاره کرده تانو مگری انشاءالله سخن مایه برا عزت مایه پروردگار نگه می‌داشته است. عزت پروردگار، عزت اسلام بعد رازگی بندش مونو مگری وینده حال مایه پروردگار دست همون بندش بافته مونده است. برای همین این خیلی حال ها مؤمن آدم به حد به اعتبار شنش تکار. امروز حدیث مانده 340 حدیث انده این سر بام دادم مختصرا گفتم. إن من الذنوب ذنبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة ولكن يكفرها الحموم في طلب المعيشة. این حدیث اند رسول الله میگن که پروردگار همین خیلی خطاها هایی که همون خطاهای عوض نماز کتیم و نمیشوید، عوض روزه کتیم و نمیشوید، عوض حج کتیم بلکه نمیشوید، عوض عمره کتیم بلکه و نمیشوید و یا در طلب نفقه اهل کشیدگی مشقت عوضش به پروردگار همون خطاهای عوض حوای به کفارت میکند، عوض حوای به میشوید گفته پیامبر خدا مرحمت کردن. یعنی در وقتی نفقه کردن، در وقتی کار کردن، یک سه میفته اومده فرزندها نفقه اشکمش، سیر لباسش، تعلیمش، تربیهش اصلاح میکنن. گفته که مقصد انده برای مبلغ کسب کردن رفته همون کشتگی مشقت مویا اگر هوای به ناراضی نشه مگری دانیم که ما عوض وای به همین خیلی یک مقام میگیتیم که همون حال ما انشاءالله برای ما یا همون بعض خطاها ما کفارت میشد اگر همون حال و ننال مگری. هر یک
انسان پروردگار نسبت خودش، نسبت طاقتش کسب و انسان روانه میکند. همون بعد کسب ما، عوض کسب ما می آمدگی مشقت ها و صبر کنیم مگری همه چیزم برای ما ان شاء الله کفارت میشد است. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.